گفتم این زن فقط برای شهوت تسکین دادن نیست. باید زن صالحه بگیره. همه جا همه گپ فقط همه موضوع بود. زن مرد صالح باید زن صالحه بگیره، زن صالحه باید مرد صالحه بگیره. تخیروا لنطفقوا من که قلعتو اونو شکری چوا توری مرده که نمازخوان مسلمان را یا سرمی چه کنی چه اون سمیگلی در سری قولت بزنی. در روسیه زنک صالحه کمه. همونجا دم پرای توجی که ازبک مسلمان آخی زنگیری زنی مسلمان بگی یا خیلی غیره دوری همون را گرفتی بگی مسلمانش که آگی سطرش بپشون. آخه اگر یه روزم که زندگی کردم اون همتری حالت قدی دیوش میشه و فرقش چی؟ اینه گفتان در کنه، اینه فهمیدن در کنه. همون اخیرش نفهمید که دیوش انا میخیر. انا مونا فهمید دولو. بله. آخه همون معصومی همیش. آزاد تو مبرو مادر کرد. آزاد دوست نه داوجا دیوش میشه بسیار پا. ولی زندگی یک چیز جوی مفتا. الهی آمین. وهو سيدنا ومولانا اللهم ارحم صاحب هذا الطعام ووكلنا كلهم اجمعين اللهم وصلنا الى جميع مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اخذل الكفار والمنافقين ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام برحمتك يا رب